یه سوال ازت دارم، میدونی که درگیر چه مدل از بیماری پیسی هستی یا اصلا میدونی که قابل درمان هست یا نه؟ برای اینکه بدونی داخل این ویدیو با من همراه. از این عکس رو نگاه میکنی، این یکی از نوع بیماری پیسی به نام سگمنتال که یک طرف از بدن رو درگیر میکنه و از یک طرف بدن خارج نمیشه و بیشترم روی دست‌ها و صورت و معمولا هم پیوسته ایجاد میشه و این میتونه تو کمترین زمان ممکن به درمان برسه. دوم مخاطیه که لکه‌ها داخل بدن پخش میشه و معمولا هم لکه‌ها بزرگه و متقارنه که داخل کل بدن پخش میشه. مورد سوم فوکاله. این مورد یکی از نادرترین بیماری‌های لکاپیس به حساب میاد. این مورد لک‌ها داخل نواحی بدن میتونه ایجاد بشه، روی دست، روی صورت، روی نواحی کل بدن میتونه ایجاد بشه و الگوش هم به صورت نامشخص پیشرفت میکنه و ممکنه که تا 1 سال یا 2 سال اصلا پیشرفتی نداشته باشه و بیشتر روی خردسالان و کودکان ایجاد میشه. و میرسیم به آخرین مورد. آخرین موردم نوع بیماری پیسی یونیورساله. این یونیورسال کل بدن یک جا درگیر میکنه، یعنی 80% بدن یک جا درگیر میشه و این نوع بیماری پیسی نادرترینشه و اصلا هم قابل درمان نیست. اگر شما هم درگیر بیماری پیسی هستی و نمیدونی از چه نوعیش درگیر شدی، حتما داخل دایرکت اولین کاری که انجام میدی عکس لک‌ها رو برام میفرستی تا بهت بگم در چه مدت زمان میتونی یک بهبودی خوب رو داشته باشی. یعنی مدد، خدا نگهدار.